این پسر کرمانی میتونه با صداش ما رو از سوراخ بکشه بیرون و مردم رو هیپنوتیزم کنه. علی اکبر سلطان آبادی، پسر 17 ساله‌ای که تو دل کویر ساکن روستای خیلی محروم و دورافتاده، داره یه تنه با جادوی حنجرش تمام نگاه‌ها رو به سمت روستاشون میچرخونه. به حکمت فرمانهای خداوند را نگه می‌داشتی. کاری که بیشتر از 40 میلیون نفر توی 24 ساعت ویدیوشو دیدن و حیرت کردن، از تقلید صدای شخصیت‌ها تا دکلبه مستند. کافیه شروع به حرف زدن کنه تا توی کسری از ثانیه قلب و روح شما رو هیپنوتیزم کنه. یکی از بزرگان دوبله ایران هم دربارش گفته اگه با چشم بسته صدای این بچه رو بشنوین باورتون نمیشه که 17 سالش باشه و پختگی حنجرش به طرز خارق‌العاده جادوییه، انگار که واقعا خدا اونو بوسیده باشه. این نابغه ایرانی برای رسیدن به آرزوش که دوبلوریه فقط نیاز به حمایت شماها داره. اگه به نظر شما هم صداش جذابه، این زیر براش کامنت بذارید و پیجمون رو فالو کنید تا لحظه رسیدن به آرزوشو با هم